محترم حاضرین گرامی، چیزی که در اینجا این موضوع را ذکر کردم سخن درباره راه‌های اساسی شرح ارائه دادن معنای لغوی کلمه در درس‌های زبان مادری مکتبی میانه می‌رود. ما در این برنامه خود اساساً 6 راه اساسی شرح ارائه دادن معنای لغوی کلمه را با دقت شما پیش می‌بریم. این نوع شرح ارائه دادن نه تنها به درس‌های زبان مادری مکتب می‌رود، بلکه در تعلیم دیگر فن‌ها نیز در این درجه باید استفاده برده شود. اون راه‌های اساسی شرح ارائه دادن معنای لغوی کلمه ها به نظر ما این هایند. خب یکم با واسطه سینونیم ها شرح دادن معنای لغوی کلمه ها. دوم با واسطه ریشه کلمه ها معین کردن معناها. سوم شرح معنای لغوی کلمه با راه تصویر نشانه های پرینت. چهارم تحلیل فونتیکی کلمه. پنجم مقایسه. هفتم عیانیت. اکنون با طور مختصر درباره اهمیت شرح ارائه دادن معنای لغوی کلمه در درس ها از جمله راه‌های اساسی شرح ارائه دادن معنای لغوی کلمه ها خب با طور مختصر وظیفه شما معلومات ضروری پیشنهاد میکنیم. چنان که معلوم است لغت همچون مفهوم عمومی نطق دارای معناهای زیاده از قبیل کلمه، زبان، گفتار، مجموعه کلمه های اینان زبان، فرهنگ یعنی به معنای کتابی لغت و غیره میباشند. تعلیم لغت و طبیعت گویم لکسیکا واسطه و راه های گوناگون متدی را طلب میکند. لکسیکا یا خود لغت در درس‌های زبان مادری پیش از همه با مقصد شناساندن طلبگان با سیستم لغوی زبان مادری و واسطه‌های اساسی آن، اینچنین با نمودن ذخیره لغوی، انکشاف دادن نطق خطی و دهانی برای فصاحت و زیبایی زبان طلبگان آموزانده می شود. به سبب نیست که سرور کشور عزیزمان محترم امام علی رحمان در اکثر برآمدهایشان خصوصاً در جشن‌های تاریخی وطن محبوبمون از جمله به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی 6 سپتامبر سال 1921 در شهر دوشنبه شد. دقت سامیان را بیشتر و مسائل مهمی تعلیم و تربیت از جمله تعلیم لغت یا خود لکچر جلب کرده بودند. چقدری که ذخیره لغت شخص باشد همان اندازه نطق وی زیبا، دلچسب، پرمضمون و موجز است. کمبغلی و ناپورگی ذخیره لغت باعث آن می شود که شخص هنگام سخنرانی به هر گونه مانع‌های دچار می گردد و در بیان سخن از سبب فوراً دریافت نکردن مفهوم لازمه دور و دراز اندیشه و تأمل می نماید. ما این گونه حالت‌های ناگوار را مخصوصاً در سالهای اخیر در برنامه‌های رادیو و شبکه‌های تلویزیونی جمهوری ما نیز بیشتر مشاهده می‌کنیم که تأسف‌آور است. از این رو تعلیم لغت کلید همه علم هاست. گفتن مؤلف لغت تفسیری نساب الصبیان ابو نصر فراحی نماینده اصلی 13 اساس دارد. یکی از مسائل نهایت مهم و در عین حال دشوار تعلیم لغت یعنی لکچر در مشغولیت زبان مادری مکتب میانه صنف‌های 5 11 رو در نظر داریم. درست آموزاندن راه‌های اساسی شرح و ارائه دادن معنای لغوی کلمه‌های نو نامفهوم خب و دشوار فهم می باشد که از معلم زبان مادری دقت
دقت خب دقت جدی زحمت زیاد و مسئولیت شناسی را طلب میکنند. ما در اساس مشاهده های دور و دراز تجربه کاری و آزمایش های پداگوژی در وقتش گذرانده تکیه کرده درباره اصول های اساسی شرح و ایضاح دادن معنای لغوی کلمه ها جمع 6 نمود. و طور مختصر معلومات میدیم که نامگوی آنها این هایند. خیلی نمبر کردیم. شب نیست رو تقریبا ذکر کنیم. خب یکم با واسطه سینونیما یا خود مرادفات شرح دادن معنای لغوی کلمه ها. پوشیدن است که زبان تاجیکی از جهت سینونیمیکای کلمه ها نهایت بای و مترقی می باشند. از این رو در جریان تعلیم شرح دادن معنای لغوی کلمه ها با واسطه سینونیم ها خب موقع اساسی را اشغال می نماید. ماهیت با این اصول شرح دادن معنای کلمه در آن است که کلمه های برای طلبگان نامفهوم با کلمه های برای آنها شناس با راه مقایسه شرح و ایضاح دادن می شوند. خب یک چند کلمه را برای نمونه مثال بیاریم. مثلا کلمه انیس. خب همدم، رفیق، یار، دوست، همصحبت. خب مانند اینها گیتی، دنیا، خورشید، آفتاب، کوکب، ستاره، اندلی، بلبل، شفاف، تازه، پاکیزه، بی‌غبار، عظیم، کلان، بزرگ، آشفتن، به هیجان آمدن، آتشین شدن، غمگین گشتن، گستردن، معنایش پنگ کردن، مثلا نمد رو، کرپچه رو، دسترخوان رو و غیره. خب مثال ها در شکل جمله یک چند مثال میاریم. خب انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.